نماز خانیم بیشتر این انشاءالله خداوند مسجدها را انشاءالله آباد کنیم. این خانه آباد کنیم دو دنیا هم الله آباد میکنن انشاءالله خداوند. کم نمیشیم خور نمیشیم خداوند. من نمیگم شما کار کنیم شما هم کار میکنیم. باور نکنم من بیزنسمنم سوداگرم زمین دارم دست میتیم هم 5 تا کار میکنم همش نمیرسم الحمدلله مسجد نمیمونم. ساعت که تکشتگی ختم میکنم ساعت شکت میکنم اشغال بعد از عبید میکنی یا که تو عبید میکنی شما من دیگه وقت ندارم بعدی عصر من نمیرسی بعدی شما خودم من هیچ کس شاد نمیکنم من کسی که میاد کسر میگه جوره بعدی خودم میدیم چون که من مسئولیت هستم اینجا پیش الله را خدمت میکنم تا سر میرم خدا خونت من خدمت میکنم تا عبید میکنم تو باید میکنم یکی بعضی رو میبینی خدا در روز جمعه توی میکنه مثلا ما در روز جمعه باید که عبادت کنم باید که در روز جمعه غسل کنم ناخونکاش گیرم لباساش عطر زنه خدا خواهد تیاری با نماز جمعه بینه این مسلمان روز جمعه توی میکنم ساعتی با 12 خدا با فرمگی ساعت 12 آشه در 12 ما معروف میشه تمامی خانوی خدا در نماز نشه ما فرق کنیم برادر نمازه نماز بازی ندارم جمعه توی نکنم ما جمعه شب نیست توی کنی شما خدا خواه شنبه که بازار کن 6 بوده دیگر خواهدگی ساعتت بکن نکه ای جمعه این حج المساکین ای برادرم امر معروف شنیدن زمین مسجد امر معروف نهی منکر عزیزای من این مسجد امر معروف نمیشه در کارم نیست زمین جمعه مسجد امر معروف الحمدلله یک هفته دیداری از دیگر رو میبینیم بعضی ها که خدا یک هفته یک بار انشاءالله صحبت قول خدا و پیغمبر رسوندن مقصدی خدا خواهد معلیده. عزیزانی من انشاءالله آگاه باشیم همه موشی باشیم